سلام دوستان، روز جوانان به همه شما مبارک باشد. من بسیار خرسند هستم که در نخستین کنسرت من اینقدر مخلصان زیاد جمع آمدن. بسیار در هیجان هستم و نمیدونم چی بگویم. زنده باشین. خب در این برنامه کنسرت چی سورپرایز ها و چی نوگانی ها داره برای مخلصان؟ سورپرایز من خود حاضر نمیدونم چی میشود. بسیاری دوستانم برای من سورپرایز میکنن و این حال میبینیم در صحنه. نالای زلیخا نالای نیارو بابای دلکش سوخته کبابای که یوسفی بوفا گریه زلیخا قطره قطره بارانای بهاری دلش خزانای که یوسفی بوفا دیدنی رویش مهانهی قدکش ندنی شرکت ما مخصوص برای کنسرت زلیخا یکی از ایمیج میکران بهترینی در آسیا میانه لیدی اندره رو با تاجیکستان آورده است و فکر میکنم همه آن زیبایی رو شما در صحنه میبینید. بنهایت خوب است. صدای بلبل‌آور دارد که در دل همه مخلصان خود در وقت کوتاه زود و زود جای گیرید. ما با زلیخا بسیار رابطه دوستی نزدیکی داریم. برای همین من خیلی امروز شدم که نخستین اولین کنسرت خواهر مهربان من امروز برپا شده ایستاده است در اینجا و بنهایت شدم که اینقدر مخلصان زیادش رو هم در اینجا میبینم. چند روز پیش ما با زلیخا در شهر مسکو در زلی پیپل خیلی زلی زیبا بود. در اونجا کنسرت برنامه داشتیم. در اونجا خیلی خوب پذیرفتن و گمان میکنم که اینجا هم خیلی کنسرت خوب میدهد. بانو زلیخا که اینجا در اونجا در کنسرتی بانو زلیخا حضور دارم من و زلیخا بانو بلبلیات منو دارم. خواهر منیژه اینجا هست، حضور دارد. از نام اهل خانواده منیژه تبریک میگوید زلیخا رو. یک پاره از ترانه منیژه زنده. بهوده خانم میکنی بهوده خانم میکنی من خودم میدانم چرا با این همه برهمیت من دوست میدارم تو رو. صدای زلیخا صدایی هست که با همه مثلا شاخه های آوازخوانی مطابقت میکند. در روند ترانه های سنتی یعنی در بخش ترانه های فولکلوری آوازش خیلی مطابق است. همچنین در بخش استرادا نیز صداش خیلی قوی است در بخش استرادی و من به این حالا گفته میتوانم که زلیخا اگر با متخصصان ساحه وکل همکاری کند در بخش آکادمی هم موفقیت پیدا میکند. یک جور دارم دوستش ندارم اندر بسر شبا بدارم یک جور دارم دوستش ندارم اندر بسر شبا بدارم اصلی وطنش طرفی بخیر دوری زبرش بخدا بخیر اصلی وطنش طرفی بخیر دوری زبرش بخدا بخیر یک جور دارم دوستش میدارم. زنده باشین دوستان.